тоҷикистон урдун бозии марҳилаи интихобии чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 баъд аз 3 соат дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ин бозии гурӯҳи ҷи миёни мунтахаби тоҷикистон ва урдун баргузор мегардад. инҷо кормандони телевизиони варзиш охирин омодагиро барои пахши мустақим барои барномаи пеш аз бозӣ дида истоданд. ҳоли ҳозир варзишгоҳ комилан холӣ аст ва баъд аз соате вуруди мухлисон ба ин варзишгоҳ албатта оғоз мешавад ва мо умедвор ҳастем ки ин варзишгоҳ моламоли мухлисон хоҳад шуд, чунки мухлисони мунтахаби тоҷикистон албатта хело пазмон шуданд бозии мунтахабро маҳз дар ин варзишгоҳ, зеро 2 сол қабл дар инҷо мунтахаби мо охирин бозии худро карда буд ва фикр мекунам ки ҳоли ҳозир бо як ҳавову ҳаваси хеле зиёде мухлисон ба варзишгоҳ хоҳанд омад ва мунтахаби моро дар бозии аввал дастгирӣ хоҳанд кард ва мо то ҷои имкон дорем албатта дар беруни варзишгоҳ ҳам бо мухлисон ҳамсӯҳбат мешавем то андешаи онҳоро оид ба баргузории ин бозӣ бифаҳмем. خب چنانچه گفتیم کارمندان تلویزیون ورزش برای برگزار کردن پخش مستقیم و برنامه پیش از بازی آمادگی میبینن. استاد علاءالدین بوریف، استاد چه آمادگی داریم به این بازی و چه انتظاری های است خلاص از این بازی؟ براستی از این بازی ما امیدی بسیار زیاد داریم، زیرا که دسته منتخب تاجیکستان باید همان لایحه‌ای که آرزو 2026 بود باید به همون نویل شود. از این خاطر بازی اساسی اگر برنامه ما دیده باشد، من گفتم درباره عربستان سعودی حرف نمیزنیم، درباره اردن حرف میزنیم، با اون خاطر بود که محض حریف اساسی ما اردن است. وقتی که در اینجا غالب میبریم اون وقت برای ما خیلی آسان میشد با مثلا در هم دیدن دیگر بازی ها و گذراندن دیگر بازی ها یک فاصله برای ما پیدا میشد. از این رو از بچه ها امید کلام دارم، چون که دیروز هم در مصاحبه گفتن که بسیار آمادگی خوب دارن، بعداً روحیه‌شون بسیار هم بولیده هست، میگن که جام جهانی 2026 هست و ما باید در اینجا پیروزی به دست آوریم. خب در برنامه پیش از بازی که شما گفتید اینجا من خیلی بر وقت اومدم، اینجا آمادگی به خاطر همون است که پیش از بازی و بعدی بازی کنیم. اینجا انور میرزایف با من همراه هستن، کارشناس فوتبالی هم وطنی هم و هم کارشناس خارجی. خب هیچ دست ها رو میگیم درباره تغییرات ها میگیم، درباره بازیگرا میگیم. اما شما کی رو انتظار هستید در هیئت اولیه؟ البته در حالت اولیه شما اگر دیده باشید دو بازی آخری که دسته منتخب تاجیکستان کرد اصلا جوانان بودن. اینجا که اکنون همه بازیگران هم استقلال و هم بازیگران خارجی ما اینجا اومدند، تکیه به همونها کرده می شود. همون حیاتی که من فکر میکنم که پتر شگرد در بازی‌هایی که مثلا هم در توشکان استفاده برد، هم در بازی‌های جام آسیا انتخابی جام آسیا استفاده برد، همونها رو او در همین جام می‌گذارد. برای او یه مشکلی هست که منوچهر جلیلوف فوتبال نیست، بسیار رو افتاده است از اینکه منوچهر جلیلوف یک بازیگری که هر وقت ما می‌بینیم نشانزن بهترین است، بازیگر کلیدی منتخب است. اکنون در همون جا او کسی ندارد، اما وقتی آخر می‌بینیم هم شهرام هم سویروف بسیار مهارت عالی دارن و اینا همین وظیفه رو اجرا کرده میتونن. یک نقطه اندک تشویش آور است که در 4 بازی که ما با اردن کردیم در 3 بازی باختیم، فقط یک غلبه داریم. از این ترسیدن ممکن نیست. برای چی؟ برای اونکه من هم چون با آمار دسته اردن توجه کردم، آنها هم دستاورد خوبی ندارن. 4 بازی پای در پای باختند. اولا یک ضعف اونجا پیدا شد در حیط روبری کننده مربیان دسته منتخب اردن، عدنان عراقی که این دسته رو با جام آسیا برآورد، او در کنار کرده شد و به جای او از مراکش عمود رو فریاد کردند و این بازیگر تحت و این مربی تحت روبریش که همه بازی ها رو باخته است. تنها با عراق مساوی بازی کرد و یک بازی دیگر با یمن داشت که در اونجا پیروز شده است. ما با او آرزو میکنیم که همین سلسله باختیش رو ادامه بدیم. ما هم همین رو بله انتظار هستیم و در نشست مطبوعاتی شما دیدید که او از بسیار سوالها گریخت و از این رو فکر میکنم که او حتی گفت که من و فرصتی نداشتم که بچه ها رو با بازی ها تیار کنم. اما سبب باخت ها شاید همین باشد، اما چیز اینجا
شاید یک چیز دیگری هم هست. تلویزیون ورزش تصمیم گرفته است که این بازی رو با همه رکن و پهلوهایش به بیننده خود نشان بدهد، خلاص انعکاس کند و در یک گوشه دیگری ورزشگاه حبیب سعیدوف کارمندی بخش اطلاعاتی تلویزیون ورزش آمادگی می‌بیند با فکرم حبیب جان برای پخش مستقیم. درست؟ بله بله. طبق دستور رهبریت ما قرار گرفتیم که در پخش مخصوصی برنامه اطلاعاتی خبر ارتباط مستقیم کنیم و بینندگان میتوانند تیاری ما را، تیاری کارمندان مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش برای برگزاری این بازی و همچنین آمدن مخلصان، نظر مخلصان را بفهمند و البته باید گفت که این بازی برای منتخب ما خیلی مهم است. با امید پیروزی تاجیکستان به پیش. فکر میکنم که حبیب همین نشری خبر نقش مخصوص است و وابسته شده است تنها برای همین بازی. بله بله مخصوص است و ما در جریان این از آمارهای دو تیم سخن میکنیم و از مخلصان اندیشهشان در مورد بازی تاجیکستان و اردن پرسان میشویم، چون که ما خیلی زیاد انتظاری کشیدیم که بازی تاجیکستان و دیگر تیم ها در میدان مرکزی دایر شود. تقریبا از بازی رسمی تاجیکستان و مغولستان که آخرین روابط در ورزشگاه مرکزی دایر شد 2021 بود. مارت 21 بود و همکنون مخلصان هم خیلی خوشحال خواهند بود که بازی رسمی تاجیکستان در میدان مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. قرار کار برای شما. سلامت باشید. خوب، اینجا چگونه که گفتیم بچه ها آمادگی میبینن، کارگردان ما ضیاءالدین سفرов هم در اینجا راهبری میکند هیئت کاری رو. ضیاءالدین با چی کار بندید و چی آمادگی دارید؟ اولا میخواستم یک چیز رو بگم که امروز ما یک جشن فوتبال داریم. بله. منم همچون یک فرد تاجیک نو با سبز کارمند تلویزیون هستم، پرچم تاجیکستان با گردن خوش اوختم باشد. در گردن همه باید باشد. و بسیار شدم که امروز مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش دو گروه مکمل، دو گروه استودیوی سیار سفربر کرده است به زمین. همه بچه‌های ما یک تکاپو دارند، یک دوغش دارند، یک کوشش کرده ایستادند که مثلا همین محفلی که امروز برگزار می‌گردد، همین محفل برای بیننده عزیز تلویزیون ورزش در یک سطح بلند و زیبا و خوشرو دیدم با پیشکش نمایند. بسیار عالی. ما با هیئت کاری ضیاءالدین سفرov با همه بچه‌ها و البته با منتخب تاجیکستان برای موفقیت می‌خواهیم و می‌رویم بیرون ورزشگاه تا بدونیم که مخلصان چی اندیشه دارند. باید بگوییم که تاجیکستان با پیش. تاجیکستان با پیش، چرا نه؟ تاجیکستان با پیش. سلامت باشین. تشکر. امروز روزی که پرزیدنت که هست، ما همه را تبریک میکنیم برای روز پرزیدنت و ما با منتخب تاجیکستان را دستگیری آمده ایم. خیلی که با ما و شما معلوم است امروز یکی از روزهای تاریخی بگیم خطا نمیکنیم، روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. در این روز با باعث خوشنودی است که امروز با دسته یکچین جمهوری تاجیکستان با دسته یکچین اردن بازی دارد و ما همه کسا در این روز با تمام مردم تاجیک، تمام ورزشگران پایتخت مخلصان مخلصی میکنیم که دسته تاجیکستان خیلی که امروز همه ما و شما خرسند هستیم از همین میدان خوش و خرسندانه سربلند برداریم. چی امیدها داریم از این بازی؟ من همین سال 52 سال میشه میدان یعنی ورزشی میبینم. همه وقت مخلصی فقط کماندای تاجیکستانم، با یگان کماندای دیگه کار ندارم. امید دارم که امروز ما سال 26 با در جام جهان بازی میکنیم. خدا خواهد امروز ما غلبه میکنیم. ما همین جوانای نوبرآمد ما بسیار بازی برآمده استادیان. آینده تاجیکستان درخشانه، تاجیکستان با پیش. تاجیکستان با پیش. خوش آمدید. مرحبا. سلامت باشین.
با امیده که تاجیکستان با پیش مخلصی کنیم تاجیکستان رو دسته تاجیکستان با پیش باشه ببره. اول همه مخلصان فوتبال رو با این جشنی فیروزی روزی پرزیدنت تبریک میکنم و خواهان اون هستم که امروز کمانده تاجیکستان غلبه به دست میآورد. چخیل جناب عالی میگه تاجیکستان با پیش ما دستگیر میکنیم. کی گل میزند؟ یکی از بازیگرای بهترین. کدامش؟ انیق نمیدونی؟ انیق نمیدونم. کی گل میزند؟ احسان پنجشنبه. احسان پنجشنبه. بچه‌ها حساب گفتن ممکن 3-0. 3-0 باشه چرا نه؟ هم 2-0 هم 3-0 به هر صورت با فایده ما است. خوش آمدید. مرحمت. سلام علیکم. خوب از کجا اومدین؟ چی نام دارید؟ آیسته روشن. خوب چی با چی امیدها اومدین؟ غلبه. غلبه از ماست. چی امیدهایی داریم از بازی منتخب؟ غلبه فقط انتظاره. غلبه فقط انتظاری. چند 2-0. 2-0. خوب 2-0 غلبه رو انتظاریم. از کجا اومدین بچه‌ها؟ آیسته روشن. از ایسته روشن. آفرین. چی انتظاری ها داریم از بازی؟ 3-1 تاجیکستان باید برد. 3-1 بسیار نتیجه خوب است برای ما. ببینید که امروز روزی تاریخی است، روزی عید است، روزی پرزیدنت تاجیکستان هم است و فکر میکنیم که تجمع زیادی مخلصان کمک میکنن به دسته ما. البته کمک میکنیم. ما برای کمک کردن دستگیری تیم ملی خودمون اومدیم. How are you? How are you? Good. Good? Good? 1, 2, 3. تاجیکستان با پیش. تاجیکستان با پیش. اوکی. امروز عید است برای مردم ملت تاجیک چون پرزیدنت دوران روز پرزیدنت است و هم عید فوتبال است. ما میخواهیم که تاجیکستان امروز غلبه کند. مردم تاجیک با پیش، جناب عالی با پیش. بسیار خوب. با کی اومدین؟ با همراه احمدشاه فرزندم. بسیار خوب. احمدشاه کو تاجیکستان با پیش. با پیش. رحمت سلامت باشید. خوش اومدین. دوستان عزیز، من دست پروران مکتب یوونتوس با دستگیری منتخب تاجیکستان آمدن. کو بچه‌ها؟ باوری داریم که البته با دستگیری چنین مخلصان اشدی منتخب ما حتما غلبه خواهد کرد. خوش آمدید. тоҷикистон ва урдун ба ин бозӣ дар ҳоле меомаданд ки дар 4 бозии қаблии миёни ҳамӣ бартарӣ бо 3 пирӯзӣ ба нафъи урдуниҳо буд. аммо ин бозии марҳилаи интихобии чемпионати ҷаҳон аст ва ин ҷо ҳама чиз аз варақи тоза оғоз мешавад. ин буд ки шогирдони петр шегер дар оғози бозӣ чанд ҳолати хавфнокро дар назди дарвозаи язид муин абулайла созмон доданд. таҳоҷуми мунтахаби тоҷикистон ҳудуди 20 дақиқа идома кард ва урдун ба оҳистагӣ бозиро баробар кард ва ин бозии баробар то охири қисмати якум идома кард. агарчи зарбаҳо ҷониби дарвозаи рустам ятимов ҳам гоҳ-гаҳ равона гардиданд.
در قسمت دوم برعکس اردن فعالتر می‌نمود و حالت‌های خطرناک اکنون نزد دروازه تاجیکستان به میان می‌آمدند، اما نه زیاده از این. پتر شگر در خط حمله منتخب ما تغییرات را وارد کرده و جای رستم سویرف شهرام سمیف را به میدان آورد و باید گفت که این تغییرات سرمربی اخیراً کار داد. زمانی که بسیاری ها الکی در ذهن مساوی را به قید می گرفتند، بازیگران ما یک منصوبه خوبی را انجام کرده حالت بی سر و سامانی را در جریمه‌گاه حریف به میان آوردند که شهرام سمیف با آن خاتمه گذاشت. داور با وقت اساسی قسمت دوم 3 دقیقه اضافه کرد. زمانی که بازیگران ما نزدیک به جریمه‌گاه خود قاعده ستیزی کردند، علی صبا القیسی ضربه جریمه‌ای تعیین کرد و با استفاده از این فرصت ستاد مربیان ما یک عوض‌شوی تاکتیکی را که شیروانی مبادشایف امادانی کمالوف را عوض میکرد سازمان دادند. تا آخر وقت اضافی ثانیه‌های به شمار مانده بود که یزن عبدالله النعمتی توپ پرتافته همدستش را وارد دروازه ما کرد و بعد این صدای هشتک داور از انجام بازی درک داد. بسیار افسوس است بیننده عزیز و صدای هشتک داور در دو سه دقیقه همه چیز کلاً دیگر شد. غلبه صاف را ما از دست دادیم در مقابل تیم منتخب اردن. شاید در این مورد بچه‌های ما الکی پیروزی را مال خود دانستند که اندکی سهلنگاری کردند. شاید اندکی بر وقت غلبه را قید کردند. بیهوده نیست که میگویند بازی تا صدای هشتک داور است. خلاص هرچی هم بود برای پیروزی را نگاه داشتن با ما همگی 15 ثانیه نرسید و شاید همین 15 ثانیه در نتیجه کار از خود درک دهد. الان باشد هواداران فوتبال تاجیک را با برداشت یک امتیاز منتخب مبارکباد میگوییم. وحدت فکری اندیشه شما درباره بازی امروزه؟ اول رحمت کلام به همه مخلصان که در این روز ما را تنها نگذاشته آمده ما را دستگیری کردن و ما هم چه قوایی که داشتیم در میدان اجرا کردیم و حالا باشد تمرین خوب میکنیم و بازی آینده تمرین میکنیم. بازی امروزه من راستی که در حیاتی اساسی نبودم و تماشا کردم. از همه جهت ما خوب بازی کردیم. 90 مینوت ما میتویستم که بازی بردباری بر ما بود. قد نصیب است با این بازی با ما درس میشود. شاید با بازی های دیگه ما خوبتر تر ببینیم که خود شما دیدید که در آخران دقیقه با نیچه شد. اما چی نمیشویم دلشکسته نمیشویم و با بازی دیگه تیاری میبینیم. I think that we knew before that it will be a tough game, and it was a tough game, difficult game. I think at the end ما قبل از رقابت میدونستیم که بازی چنین مشکل می شود و من فکر میکنم که در 5 دقیقه اخیر منتخب ما توجه را از دست داد. باید قید نماییم که هر دوی دسته ها در آخر 3-4 امکانیت خوب را سازمان دادند و ما در حال بعد گل به بازی برگشتیم و اگر درباره این بازی فکر خود را بیان کنم باید قید سازم که رقابت برای ما خیلی خوب پس سر شد.
looking for condition of the field and the game was outside the anything that would score for us the result. I can only say that please never say somebody in Tajikistan that we are lucky. Because you see, we are many ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад бигӯяд ки доим ба дастаи мо бахти футболӣ кӯмак мекунад. Баръакс, корҳои мо бисёр вақт омад намекунад, чунки дар ин рақобат мо арзанда бозӣ кардем. Дар интизори он будем ки фурсатҳои таъсисдодаи мо натиҷа биёрад ва мунтахаби Урдун ҳам барои имтиёз талош кард. албатта хеле аламовар аст дар сонияҳои охирин гол сар додан, аммо ҳанӯз ягон фоҷиае рух надодааст. ҳисоби мусовӣ ҳам бад нест. бозии ояндаи мо бо мунтахаби покистон дар сафар аст ва итминонамон комил аст ки ин бозиро мо бо пирӯзӣ анҷом медиҳем ва албатта мавқеи худро дар гурӯҳ мустаҳкам хоҳем кард. ҳоло бошад дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷикро ба анҷом мерасонем. хайр.